تا حالا چند بار شده برای لاغر شدن دنبال دستور غذاهای رژیمی خاص تو اکسپلور بگردی و به این فکر کنی که چقدر لاغر شدن بس سخته، چون همش باید تو آشپزخونه باشی. اما اینا رو ولش کن. به جاش من میخوام بهت یه قیمه خونگی رژیمی یاد بدم که به راحتی بتونی باش وزن کم کنی. وقتی که میخوای یه خورشت رژیمی درست بکنی از جمله قیمه، مهم اینه که چقدر روغن توش میدی. برای اینکه پیازداغت روغن کمتری بگیره، اول از همه یه کوچولو آب بریز. وقتی هم که میخوای روغن بریزی، با قاشق روغن بریز که یهویی میزان زیادی روغن نبره. حتما نباید پیازداغ طلایی بشه تا گوشتو بریزی. همین که یکم پیازت سبک شد گوشتو بریز و یه قاشق روغن چون میخوای بریزی حتما زیر شعله رو کم بکن و تفت ملایم بخوره کافیه تا ارزش غذایی گوشتت هم حفظ بشه. حالا چیکار کنیم اشتهامون کم بشه؟ همه میرن سراغ قرص، اما من میگم برو سراغ سالاد و سبزیجات که هم سالم هم فیبر بالایی داره و به شدت هم سیرت میکنه. هم قبل غذا هم کنار غذات میتونی هر چقدر دوست داشتی بخوری چون کالریش خیلی کمه. دیگه چیکار کنم؟ نصف لیوان همراه با یه قاشق سرکه سیب قبل غذات بخور که قند خونتو کنترل میکنه. بعدش چیکار کنم؟ یه قاشق پودر سبوس رو میتونی داخل نصف لیوان آب دیگه بخوری که من پودر کاهش اشتهامو ریختم و اینجوری میخورم و به شدت جلوی اشتهامو میگیره و بعدم میرم سراغ غذای اصلی. حالا وقتی میخوام غذا بخورم و هم در کنارش وزنم بیاد پایین، آیا باید برنجمو حذف کنم؟ نه، تو هم میتونی برنج بخوری، هم خورش، گوشت و سالاد، همه چی توی سفره غذات باید باشه. حالا اگه نمیدونی که بر اساس قد و وزنت چقدر میتونی برنج و خورشت و گوشت بخوری که وزنت بیاد پایین، کلمه وزن کامنت کن.